المؤمنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد. ای امیر مسلمان ها گفت آواز تا در این مسجد بلند نکن. فإن الله تعالى عذب قوما فقال یا ایها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. خداوند بزرگ میگه یک ایده از بندهاش ادب داده است در قرآن. در ضمن سوره حجرات تاکید کرده است که ای کسایی که ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت دارید صداتون از صدای پیغمبر بلند نکنید. ولا تجهروا له بالقول. ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى له مغفرة و اجر عظیم. خداوند بزرگ میگه یک ایده از بندهاش مدح و ستایش کرده است. خشا به حال بنده ای که خداوند او را ستایش کنه. ای باشم یه رئیسه که اندک تعریفت میکنه ای شادی را در کرتت نمیخونجی. الله میگه یک ایده از بندهاش مدح و ستایش کرد. گفت او کسایی که در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم خاموش میایستند، حرف نمیزنند، گوش میاندازند، اینا از امتحان پروردگار با شرفانه گذشتگی‌اند. له مغفرت و اجر عظیم. ایشان رو مغفرت الله و پاداش بی‌نهایت بزرگ انتظار است. و ذم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یک ایده از بندهاش هم میگه خداوند مذمت کرده است. میگه او کسایی که بی‌ادبی میکنن ای پشتی دیوار صدا میکنن یا محمد یا محمد گفته، اینا عقل فراست ندارن. اگر اینا میدونستن که فرد روز قیامت به شفاعت تا روشان سیاه میشوه هرگز این کار نمیکردن. بعدا گفت و این حرمته میتا که حرمته حیا. یا امیر المؤمنین هشت از سرت بگی گفت احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش نیست مثل احترامش در زمان حیات شد. تو میدونی در اینجا کی خوبه؟ این روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امام مالک در مدینه منوره هرگز سوار نشید است میگه، نه در اسب نه در شتر نه در خر، به خاطر احترام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اصلا در جایی که حدیث پیغمبر گفته می شود، تاریخ پیغمبر گفته می شود، سخن از شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم می رود، شخص مؤمن باید تصور کنه که در نزد پیغمبر قرار داره. انا می خیلی که آداب در پیش حضرت رعایت کردنش واجبه. در وقت امر به معروف و نهی از منکرم خاموش ایستادن و آداب رعایت کردن واجب می شود. میگه فاستکان له المنصور. المنصور به همون غرور و تکبر و به همون جاه و حشمتی که داشت میگه سری تسلیم فرود آورد، گفت توبه کردم. ایرا ببینه خشا به حال ایتری امام، خشا به حال ایتری پادشاه و خشا به حال همون مسلمانایی که خدای تعالی مدح و ستایشون میکنن. برای همین ان شاء الله مختصرا یا صحبت میکنیم که در حق صاحب خونه ظلم نکنیم. وقتی حاجی کرام جان محفل معرکه را به او خاطر کرده است که هم طعام بخوریم هم یا غذای معنوی حاصل کنیم. اگر به شرط همینجا بخوریم و با هم تری وقت کرده ببریم بریم، وای به حال مو که هم خیانت در همین نان و طعام و نمک صاحب خونه میشوه و هم جور در جان خود. مردی واقعی کسی را میگن که همیشه در اندیشه است که پگه در پیش خدا چی میگفته باشم، همراه هم چی میبرم. رحم الله امرأ یعلم من عین و فی عین و الی عین. از حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکنن که میگفته است رحمت الله باد به مردی که میدونه که ای کجا اومده، در کجا قرار داره و سفرش کجا ای، با کجا میروه. چنین گفت پیش زغن کرگسه که نبود زمان دوربین‌تر کسی. یک روز میگه یا زغن با کرگس همون رفیقی داشتیان صحبت میکنن. این مسئله کرگس تعریف میکنه که در همین میان مخلوقات پروردگار هیچ که از من دوربین‌تر نیست. این زغنش یک نمود زاغ‌های لاشخر و زاغ‌های موش شکار کنه. این هم پرودای زاغ است، خوردنش حرام ایره. این موش شکار میکنه، کلاسک شکار میکنه، زغن هم تریه. زغن گفت از این در نشاید گذشت، بیا تا چی بینی به اطرافی داشت. ای بچه گفتی گپ کلونی بد زدی،
لقمه را کلون بگی و گپا کلون نزن. این کار سنجیدن ممکنه. خب یا ببینیم چند کار همه بینی خوایی مکدستی. شنیدم که مقدار یک روزه را بکرد از بلندی به پستی نگاه. چنین گفت دیدم گرت باور است که یک دانه گندم به هامون بر است. بالا برآمدن میگه یک روزه ره دور کارگس میگه گفت که جورا باور میکنی نمیکنی اینمو در همون فلان موضع یک دانه گندم دیدم. ای عثمان زغن رو نماند از تعجب شکیب زبالا نهادن سر در نشیب. این زغن گفت نماجید رو تصفید میکنی تا دروغ میگوی کبیو بریم نشان بته ای پیش. این بالا میگه پسد که کرده هردش اومدن. چو گرگس بری دانه آمد فراز گره شد برو پایبند دراز. قدرتی خدا کسی دام مونده دستو یک دانه پرتوفته که یگون کوگه که یگون پرنده را شکار کنم. این همون دانه را دیده دستی کرگس اومد دانه را گفت میگیرم که پشت محکم شد. ندانست از آن دانه برچیدنش که ده رفکند دام برگردنش. بیچاره نمیدونست است که او دام رس شد. ای زغن خونه سوخته دبر شد. زغن گفت از این دانه دیدن چی سود چه بینایی دامی خصمت نبد این ناشگرید چه و گفت خطی همی دانه بینی تم چی در کاره هم تری دور بینی وقتی دانه را ببینی و دامه نبینی. انا مسلمان ایرم که نعمت خدا را میخره و منعی ما نمیشناسه نعمت خدا را میخره و شکرانه منعی ما نمیخره به خدا قسم مسئله و مسئله هم کرگس هم میمونه. همیشه سعی کنیم که هر کاری میکنیم به خاطر الله باشه. اما حاجی احمد جان را پرسیدم که این چی محفل معرکه ای؟ گفت به خاطر الله میگذرونی هم میخری خشرو و شیرین براحت هم دیگر را پسمان شیده میبینی هم ثواب میگیری. با در نامه اعمالت اجر و ثواب نوشته میشوه. این خیلی کاره. انشالله محفل خیره مکان خوبه. هم یک حدیثی را از احادیثی که هر باری پیامبر صلی الله علیه و سلم به اجازه حضرت استاد و برادرایی که در این محفل شرکت دارند انشالله به سمت میرسونیم. بعدا اینا حضرت همه جای در حق صاحب خونه و در حق ما و شما دعا میکنن. اولا دعا میکنیم در حق حاجی خدایار علیه الرحمه که دعوت خدا را لبیک گفته است سفر آخرت اختیار کرده است. خداوند در بحبوحه جنت مستقرش بگرداند.